خیلی که بزرگان میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. دوستانم، چرا ما در یک مشکلی که کوچک است، هیج است، باز یک چیز دیگر هم میگویم که خداوند هم قدر مشکلیت میده که ای عهده ما برآمده بتونیم. چرا یک مشکلی کوچک است ما در حال به خودکشی، در حال به کارهای ناشایسته دست میزنیم؟ از سبب که ما ذکر نمیکنیم به خداوند، یک بار راز نمیکنیم به خداوند که خداوند راز دل هر یک بنده را میشنوه، راز دل هر یک ما را ان شاء الله عملی میکنه. الله مهربان است، الله غمخوار است، الله بزرگ است، الله به نهایت قدرت های زیاد داره. امروز که به یک پاره نانزاری، فردا میبینی ماشین های قیمت بها، خونه و در دیگه و دیگه و دیگه. این خیلی امرها هم داره خداوند که امر میتیه برای ترن همچو هدیه میوین همین چیزا. در زندگی با صبر باش، الله مهربان همیشه با صبوران است. می صبر کردی همه بلندی زندگی را میبینی. می صبر نکردی در یک مشکلی کوچک، خداوند با میگم که هم مشکلی میته که ترا میسنجه که می بنده ما تا باور است همین مشکلی همون قدرت میته که میسنجه ترا که تا اودمون برآمده میتونی، اما تو میخیزی به خودکشی دست میزنی، میخیزی به کارهای ناشایسته، میخیزی از ذکر خداوند دور میشوی. این باور کنید زیاد گپ نمیزنیم، نقطه بس است. اگر شعور است، اگر که یک دقیقه که ما گپ زدیم هر یک شخصیت میفهمیدگی بخشیت چیزی را گرفت، ما هم نمیگویم ما عالم هستیم و دانشمند هستیم، یگان شخصیت بزرگ هستیم. ما هم همراه شما یک بنده گناهکار هستیم و آن چیزی را که شنیدیم، تصدیق کردیم، دیدیم و خواندیم، امروز را پیشکش شما میگردونیم که یک کس از زبان ما یک سخن خوب شنوده در حق ما یک هفته دعا کند. السلام علیکم.